إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت همه دوستان، عزیزان، بزرگواران و خانواده بزرگ کانال یوتیوبی سربازان نور. با لوکیشن نهم و مستند نهم مجموعه سربازان نور در خدمت شما هستیم. طی تماسایی که سرکار خانم افسانه خانم با ما گرفته بودن و مواردی که گفتن ما بررسی کردیم و گفتیم که بهشون مراجعه بکنیم، داستان و وقایع رو از زبان خود ایشون بشنویم و مصاحبه‌ای با ایشون داشته باشیم. بعد از مصاحبه هم یک بررسی داخل منزل ایشون داشته باشیم تا ببینیم چه اتفاقها و مشکلاتی داخل این خونه هست و ثبتی هایی که بتونیم ثبت بکنیم و تقدیم نگاه شما بکنیم. با ما همراه باشید. سرکار خانم افسانه خانم، سلام، وقتتون بخیر. سلام. ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید، ما رو دعوت کردید، خدمت شما رسیدیم و ببینیم مخلص کلام و اتفاقات و روایت و از زبان شما چه اتفاقهایی داخل این خونه افتاده، از چه زمانی شروع شده و چه نشانه ها و اشاره هایی داخل این خونه شما مشاهده کردید که یقین پیدا کردید که مسائل و مشکلات اتفاقهای داخل این خونه مربوط به مشکلات ماوراییه. برای ما توضیح بدید. سلام و عرض ادب خدمت شما سید. راستش این خونه فکر میکنم که بیشتر از چند ساله که درگیر یه سری مسائله و اینکه یه اتفاقایی مثلا برای اهالی منزل میفته، مثل خوابای آشفته، کابوس یا اذیت کردن یا تو خواب حالت اینکه کتک زدن اعضای خانواده این اتفاق میفته. کلا بیقراری و یه سری مشکلات تو خونه به وجود آورده. راستش دیدن به وضوحی نبوده، منتها من به صورت سایه یا به صورت دودای پراکنده تو این خونه دیدم و اتفاقاتی که میگم میفته و اینکه آدم یه سری سنگینی ها رو حس میکنه، یه سری حال بدی ها تو این خونه به وجود میاد که احساس میکنم که ربطشون به همین موجودات ماوراییه. و اینکه حالا یکی از ساکنین این خونه توی این خونه خودش درگیر بوده قبلا و اینکه درگیر طلسم و جادو بوده و جایی میرفته که حالا دچار این مشکلات شده و مشکلاتش بیشتر عمیق‌تر شد تا اینکه یه روزی که حالا خودشون با کمک خود شما یکم حالشون بهتر شد، اما هنوز اون درگیری داخل فضای خونه اتفاق میفته و داخل خونه هست. چه اتفاقاتی داخل این خونه میفته که شما میگم رو ببین از خواب پریدن‌های ناگهانی و اینکه ببین وقتی که خوابیم احساس سنگینی توی قفسه سینه یا اینکه انگار که توی خواب یکی دست و پاتو بکشه یا حالا بعضی وقتا کتک میزنن توی خواب، یه سری آزارای اینجوری که میخوان انگار که مثلا وجودشون رو به ما ثابت کنن، یه جوری مثلا بتونن این که میگید کتک میزنه، آیا شما و ساکن این خونه مشاهداتی داشتید روی کبودی دست، پا؟ بله. چند بار این اتفاقات افتاده؟ چندین مرتبه که نمیشه بگم که اصلا انگشت شماره چون تعدادش بالا بوده، ولی مثلا شده که نصف شب مثلا یکی از اعضای خانواده از خواب بپره و اینکه بگه که مثلا اذیت هم میکنن یا حالا کتک هم زده یا خود به خود دچار مثلا بدخوابی، کابوس یا فریاد زدن توی خواب میشن و این اتفاقاتیه که داره توی این خونه میفته و یه سری مشکلات حتی توی زندگی روزمره هم یکم تاثیر گذاشته. آیا وسیله‌ای یا اسبابی داخل این خونه ناخواسته، حالا خیلی اتفاقی اصلا بدون منطق خراب شده باشه یا گم شده باشه یا جابجا شده باشه؟ این اتفاقات داخل خونه افتاده برای شما؟ جابجایی که نه، ولی اینکه خراب شده باشه، تک و توک به وجود اومده. چرا؟
ولی نه اونطوری که بگم این شکلی اینقدر خیلی زیاد و شدید، نه، فقط بیشتر انگار که حالا توی خواب یا موقع خواب یا نصف شب یا حالا یه وقتای آزار و اذیتشون شروع میشه. این آزار و اذیت‌ها به اصطلاح و به قول معروف خواب‌ها و پریشانی و کابوسایی که می‌بینید الان تقریبا چند وقته که شروع شده؟ فکر می‌کنم بیشتر از چند ساله. حدوداً چند سال؟ شاید 3-4 سال، شاید بیشتر. چون 3-4 سالش هم داخل همین خونه بود. بله و اینکه چون که میگم که یکی از اعضای این خانواده به خاطر کارش از اینجا میره مثلا توی روستا و برمیگرده و هر وقت که مثلا میره تو روستا و برمیگرده بیشتر دچار این مشکلات میشه و بیشتر آزار و اذیتش میکنن و اینکه احساس میکنم که حالا هر چیزی هست یا با ایشونه یا اینکه از اونجا میاد یا نمیدونم، ولی کلا احساس میکنم که بیشتر ایشون درگیرن با این موضوعات. و یعنی احساس میکنید که ایشون باعث شده که این آره، من اینطوری فکر میکنم که آره، چون هر زمانی که ایشون حالا یه سفر میرن و برمیگردن این اتفاقا بیشتر میشه، مشکلات بیشتر به وجود میاد و گره کاری تو کار خودش هم افتاده، یعنی یه جورایی تو کارش، مشکلاتش، کارهای روزمرهش، زندگی خودش هم گره افتاده. آیا قبل از که بیاد داخل این خونه این مشکلات و اتفاقات رو داشتید یا نه صرفا وقتی وارد این خونه شدین این اتفاقات شروع شد؟ دقیق نمیدونم واقعا، ولی فکر میکنم از اول اینجوری بوده. فکر میکنم حتی چون انگار که مثلا یه بار صحبت که شده بود انگار که اجدادی هم اینطوری بودن، یعنی از مادر بزرگ اینطوری بوده و مادر بزرگش رو اذیت می‌کردن، مادر بزرگش داشته و گریبونش رو گرفته بوده و درگیر این چیزا بوده. پس ریشه قدیمی داره. میشه بگی که ریشه قدیمی داشته و شاید حتی دوران بچگیش هم اینطوری بوده. یعنی احساس میکنید که احتمال داره یا از قدیم، از زمان اجدادتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بله احتمال آسیبی بهشون زدن یا ایجاد شده مشکلی براشون ایجاد کنن یا اون نفرین کردن یا طلسمی کردن اجنه که مشکلات برای شما ایجاد شده باشه؟ نمیشه بگی که نفرینی بوده، چون ارتباطی که با مادر بزرگش داشتن ارتباط دوستانه‌ای بوده، دشمنانه نبوده. و اینکه من میگم که خب حالا آزار و اذیتی که اونا کردن که الان ما نمیدونیم، یعنی واقعا تا الان اینجا که ما نشستیم اطلاع آنچنانی نداریم ازش، ولی تا اونجوری که من میدونم یه چیز اجدادی بوده و اینکه انگار که مثل ارث به همشون رسیده باشه. چجوری اجدادی بود؟ میگی رابطهشون خوب بوده با مادر بزرگ؟ خب ببین با مادر بزرگ بودن، مادر بزرگ میدیدشون اما آزار و اذیتی براش نداشت. مادر بزرگ شما به قول معروف بحث نماز و قرآن و بله اینا خب کار دینیشون رو انجام میدادن. خیلی ببین از زنای حالا روستایی قدیم بوده و زن خیلی درستی بوده و خیلی از اینایی بوده که حالا توی روستا زندگی میکنن دیگه، حالا خودتون متوجه میشین دیگه. بله. خانمایی بودن. بعد پس احساس کنم از اون زمان این رو نسل‌های بعدی تأثیر گذاشته. بله. چرا حالا مثلا اون زمان که مثلا با مادر بزرگ شما رابطهشون خوب بوده، چرا الان با نسل بعد از مادر بزرگ شما یه مقدار مشکل پیدا کردن و دارن اذیت میکنن؟ اون خانم من نمیتونم بگم به خاطر طلسم این اتفاقا براش افتاده، شاید حالا یه سری چون اون موقع خودتون که در جای خانمایی که تو روستا بودن، حالا یا آقایی که تو روستا بودن، دیدشون نسبت به الانیا خیلی بازتر بود و خیلی واضح‌تر این چیزا رو باشون تردد می‌کردن. خیلی چیزا هم اعتقاد داشتن چون برقی نبوده، حالا یه سری مسائل مثلا مثل الان روزمره الان نبوده. منتها الان بیشتر با سحر و جادو دارن تو زندگی‌ها میان و من احساس میکنم که حالا ایشون با سحری، جادویی یا حالا چیزی که چون دارن اذیت میکنن، میگم چون اگه آزاری نبود شاید یعنی شما این برداشت رو دارید که مشکلات این خونه بر حسب اینه که کسی سحر جادویی داخل این خونه آورده باشه؟ بله آقا سید، میدونی اونجوری حالا مطمئنم نباشم ولی 90% احتمالش رو میدم که همچین چیزیه و با سحر و جادو اومده شده. یه چیز دیگه هم بگم آقا سید، ایشون وقتی که میرن روستا، خب توی روستا اذیتش میکنم، منتها اون خونه، حالا من میخوام بگم که اون خونه درسته مثلا از مثلا خانوادگی بوده یا از پدریشون بوده، ولی اون خونه نبوده که اون خانم توش بوده. میدونی چطور میگم؟ پس بعد یه سری وسایل از حالا برادرش ایشون فوت کردن، جوونمرگ شدن، خدا رحمتش. آره یه سری وسیله ها هنوز از اون خدا بیامرز داخل انباریشون یا داخل طویله و این ور نگه داشتن. آره و وقتی که ایشون میره و برمیگرده
میگم یه سری اتفاقات براش میفته و همیشه میگه وقتی میرم اونجا اذیتم میکنن، آزارم میدن و من بیشتر فکر میکنم که سرچشمه حالا اتفاقاتی هم که توی این خونه میفته برمیگرده به همون روستا. داخل روستا خب خودتونم 100% به اون خونه رفت آمد داشتید. بله. سعی کردید تا حالا داخل این خونه یا داخل اون خونه روستایی باشون ارتباط برقرار بکنید یا صحبت بکنید، کنجکاوی کرده باشید؟ نه آقا سید، یه سال من چند سال پیش اونجا رفتم، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من از روی کنجکاوی رفتم توی در طبیله رو فقط باز کردم، چون خیلی برام مثلا جای قشنگ و دیدنی اونجا و اینکه من رفتم در طبیله رو باز کردم، اینا اون بعدی همه سال چه خبره. آقا باز کردن در طبیله حال خیلی بدی به من داد، میدونین یه حالت خفت، حالت دلهره، پریشونی، اصلا یه جوری که دلم میخواست برم تا آخر طبیله پام نمیکشید، مثلا شاید من 2 متر رفتم برگشتم، اصلا انگار که مثلا یکی منصرف میشدن که من برم داخل اون طویله، برگشتم نمیتونستم. موقعی که شما خواستید وارد اون طویله بشید آیا اقدام کردید که در بزنید یا اجازه بگیرید؟ نه در باز کردم. مثل اینه که حالا شما اینو حساب بکنید یکی سرزده وارد خونه شما بشه بدونی که در بزنه، زنگ بزنه یا حالا بگه همینجوری بیاد داخل خونه. من همینجوری رفتم. جالب اینه که کسایی که بام بودن رفته بودن مهمانی خونه پدر بزرگشون، من تنها بودم اونجا و من از روی تنهایی و کنجکاوی داشتم خونه ها رو بازرسی، یعنی اونجا رو داشتم بازرسی می‌کردم. بعد از چند وقت رفته بودم دهات، برام جالب بود و اینکه تنها بودم اونجا. ولی میگم وقتی در باز کردم یه حالت خیلی خفت، خیلی بد، میگم من حتی پام نکشید برم تا آخر طویله. همیشه من این توی نظرم هست که من اون خونه وقتی رفتم توی طویله همچین اتفاقی افتاد. موقع هرزی چیزی همراه؟ نه اصلا چیزی نداشت. کارتون چقدر خطرناک بوده؟ بله میدونم. خب اون موقع میدونین خیلی چیزا برام عادی بود و پذیرفتن این چیزا یکم برام سخت بود. اعتقاد دارید؟ بله حسابی. از چه زمانی اعتقادتون زیاد؟ من از یه 2-3 سالی هست که اعتقادم خیلی زیاد شد، ولی اگه بخوام بگم از بچگی درگیر بودم با این مسائل. الان هرز استفاده میکنید؟ بله. هرز امام جواد استفاده؟ بله هرز امام جواد. همیشه همراهتون؟ همیشه همراه. ما این توصیه که همیشه به دوستان میکنیم که همیشه حتما هرز آقای امام جواد همراهشون داشته باشن تا از گزند و آسیب مخلوقات شیطانی و اجنه در امان بمونن. بله. بسیار خب، تکمیلی صحبت دیگه ای دارید؟ خیر آقا سید، فقط دوست دارم که حالا شما یه کنجکاوی تو خونه بکنید و ما از این مسائل بفهمیم راجع به چی، از کجا اومده و بالاخره این خونه پاکسازی بشه و اهالی این خونه کمی راحت بشن از این. در خصوص پاکسازی خونه حالا انشالله ثبتیه که اتفاقاتی که داخل خونه میفته ثبت میشه ما بررسی میکنیم. در خصوص پاکسازیش هم دستوراتی هست که از اساتید به ما داده شده، تقدیم حضورتون میکنیم که خود شما بتونید خونه رو پاکسازی بکنید و یاد بگیرید که به چه صورت خونه پاکسازی میشه. هیچ وقت سعی نکنید به دعانویس مراجعه بکنید. درست. چون خیلی از دوستانی که به قول معروف مراجعه میکنن میان برای که مشکلشون حل بشه ولی مشکلشون دوچندان میشه. بله درسته. ما این سفارش رو به همه دوستان داریم میکنیم به هیچ عنوان به دعانویس مراجعه نکنن برای رفع مشکلاتشون و سعی بکنن از راهش، یعنی استفاده از احادیث و آیات قرآن، مشکلات و به قول معروف اضطراب‌های خودشون رو رفع بکنن. اگر اجازه بدید ما در محضر شما یه بررسی داخل خونه داشتیم، چون اونجوری که میدونم شما سعی کردید گهگدال ارتباط برقرار کنید و جواب هم گرفتید. بله. تقریبا فکر کنم شما یه جورهایی دستی بر آتش داشته باشید داخل بحث ماورا. بله. به خاطر اینکه میبینید و ارتباط برقرار. در محضر شما یه گشتی داخل منزل داشته باشیم، بررسی داخل منزل داشته باشیم، ارتباطاتی رو برقرار بکنیم، ببینیم در حضور شما چه ثبتیایی به ما میدن و چه اتفاقایی میفته. انشالله ثبتی خوبی باشه، تقدیم حضور دوستان بکنیم و بعد هم انشالله طبق دستوری که اساتید دادن تقدیم حضورتون بکنیم برای پاکسازی خونه و که انشالله مشکلات این خونه هم رفت. دوستان عزیز ممنونم که تا اینجا مصاحبه با ما بودید.
آماده میشیم که با تجهیزات و دستگاهی که داریم شروع بکنیم به بررسی داخل خونه و در محضر سرکار خانم ارتباط برقرار بکنیم و ببینیم چه ثبتیایی به ما داده میشه. با ما همچنان همراه باشید. ممنون. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. اومدیم در خدمت سرکار خانم ابتداً با دستگاه اسپریت باکس سعی کنیم یک اثبات صوتی از موجود داشته باشیم، ببینیم جوابی به ما میده، ارتباطی برقرار میکنه و بعد داخل محیط خونه رو شروع میکنیم به جستجو و بررسی. خب سرکار خانم حاضر هستید؟ بله. بسیار خوب. به نام خدا. بسم الله الرحمن FM mode. AM mode. موجودی که داخل این خونه حضور داری، ازت میخوام توسط این دستگاه با ما ارتباط صوتی برقرار بکنیم. اگر حضور داری یک اثبات حضور به ما بده. ما آره شنیدم. گفت ما. از شما چند نفرید؟ شما چند نفرید؟ سه نفرید. تعدادتون 3 تاست؟ میتونیم به من بگید که چند نفر هستید داخل این خونه؟ چهار. 4 شما همراه طلسم اومدید؟ بله. آیا همراه طلسم وارد این خونه شدید؟ موکل هستید؟ شما موکل طلسمین؟ آیا شما خادم طلسم هستید؟ چی گفت؟ اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ نمیفهمم. واضح‌تر بگو اسمت چیه؟ میخوام بدونم اسمت چیه. با من صحبت کن. اسمت رو میتونی بگی به ما؟ میتونی به من نزدیک بشی؟ نیازی نیست از من بترسی. به خاطر چی اینجایی؟ از ساکن این خونه چی میخوای؟ زنه. یکی زنه. دنبال کی هستی؟ اسمشو بگو. بگو تا کمکت کنم بری. من بهت کمک میکنم که از اینجا بری به شرطی که بتونی با من صحبت کنی.
آیا کسی شما رو مجبور کرده به واسطه طلسم که داخل این خونه باشید؟ کمکم کن. کمکم کن. کمکت میکنم. اسمتو بگو. اسمتو بگو تا کمکت کنی. اسمت چیه؟ صدای کلوفته میشنوی؟ نفس نکن. اسمتو بگو. اسمتو بگو کمکت کنم بری از اینجا. با طلسم اومدی؟ اینکه خانم داره میگه به خاطر اینکه با خانم ارتباط بیشتری برقرار میکنه، سعی میکنه تحریکش بکنه با صداش. دنبال چی هستی اینجا؟ خانم ازت پرسید دنبال چی هستی؟ چه کار با این خانم داری که اذیتش میکنی، وسایلش رو جا به جا میکنی؟ کمکم کن. بخوای کمکت کنیم باید خودت هم کمک کنی. باید حرف بزنی ببینم چی میخوای. تو بدن کی هستی؟ سمیرا. تو سمیرا. سمیرا میشناسی؟ سمیرا این. تو سمیرا. با سمیرا چه کار داری؟ تو سمیرا. از سمیرا چی میخوای؟ سمیرا طلسم داره؟ بگو تو کمکت کنی ولی همینجا میمونی زنده. بهت قول میدم آسیبی بهت نمیزنم. از اینجا برو. به من بگو میخوام کمکت کنم. باز میگه از اینجا برو. نمیشه. باید کمکت کنیم تو از اینجا بری. الان تو وارد این خونه شدی. میخوام ببینم چه کار با سمیرا داری. آیا طلسمی برای سمیرا زده شده؟ بله. دیدی؟ مالی دعا برات دادم. کی این کارو کرده؟ میتونی به ما بگی کی این کارو کرده؟ نمیگم. یه چیزی گفت. نمیتونم بگم. پس سمیرا طلسم داره. میخوای برگردی بری؟ کمکت کنیم برگردی بری؟ سمیرا برادرزاده سرکار خانومه. برو. من تا مشکل رو حل نکنم نمیتونم برم. به من بگو که چرا داری اذیت میکنی؟ چرا وارد این خونه شدی؟ چرا اذیت و آزار میکنی؟ میتونی واضح تر با من صحبت کنی؟ برو سمت دیوار. یه دیواری من شنیدم. همون اسمه. واسه همون اسمه. سمت دیوار. اونجا رو بگرد.
اون بره همون قسمت که من بهتون میگم. آیا طلسمی داخل این خونه مخفی شده؟ طلسمی داخل این خونه مخفی شده؟ خونه رو بگرد. این خونه است، دعا داره. پس طلسم داخل این خونه هست. صدا رو شنیدی؟ این خادم بزرگ است. کجای خونه رو بگردیم؟ میشه کمک کنی خودت هم؟ اگه میخوای کمکت کنیم خودت هم کمک کن. کجای خونه؟ بگو کدوم قسمت. مگه نمیخوای رها بشی بری؟ به من اشاره و نشانه میدی؟ سمت اتاق بیا. سمت اتاق، داخل یکی از اتاقا هست طلسم. یکی از اتاقا این خونه فکر کنم سنگینیش بیشتر از باقی باشه. اون اتاق. این اتاق. احتمالاً منظورش به همونجاست. میتونی طلسمو برای من بیاری؟ کمکم کنید. خادم بزرگ است. تو جلد کی هستی؟ تو بدن کی هستی؟ میتونی کمکمون کنی بهمون بگی؟ ما میخوایم فقط کمکت کنیم. اسمش رو بگو. من میخوام الان اعضای این خونه رو از اینجا خارج بکنم و با تو ارتباط برقرار بکنم. به من کمک میکنی طلسمو پیدا کنم و باطلش کنم؟ چه فشاری دوست سر من داره میره. منم سرم نمیکنم. به من کمک میکنی طلسمو پیدا کنم؟ بسیار. ما شروع میکنیم به بررسی خونه با دستگاه. امیدواریم که بتونیم چیزی رو که میخوایم پیدا بکنیم و ثبتی خوبی داشته باشیم. همچنان با ما همراه باشید دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. ما خواستیم که سرکار خانم بمونن، از باقی دوستان تشریف ببرن بیرون که ما بتونیم داخل خونه رو یه بررسی داشته باشیم و میزان تحرکات رو داخل خونه بررسی بکنیم. حالا با دستگاه و ابزارهایی که داریم انشالله که بتونیم ثبتی خوبی رو بگیریم. همچنان با ما همراه باشید، بریم ببینیم که چه کار میتونیم انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم المولى و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر. مخلوقات موجود در این خونه که حضور دارید، خودم رو معرفی میکنم به شما. اینجا رو انا ابن آدم بالرقم ابجد تسمع 130. موجوداتی که داخل این خونه حضور دارید، ازتون میخوام حضور خودتون رو پررنگتر کنید و اثبات حضور به من بدید. فراخوان میدم. میشنوی صدا رو؟ بله. این دستگاه رو شما داشته باش، موقعی که من گفتم دست شما چیز بکنم که بتونیم ببینیم تحرکات. از الان فوکوس شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الجنون، ایها الامار المکان، ایها السکان المکان، ایها السکان الدار، ایها الحارسین، ایها الموکلین، ایها الخادمین، موجود في هذا المكان بإذن الله بقدرة الله اثبت حضوركم. دستگاه میزنه چرا؟ ازتون میخوام اگر در این مکان حضور دارید، اثبات حضور واضح و کامل ما بدید از حضورتون در این مکان. یلا ایها الجن اثبت حضورکم. اون برنامه رو گوشی رو باز کنید به من بدین. اگر حضور داری، داخل این خونه 3 تا شمع برای شما روشن شده. اجازه دارید که از این شمع ها استفاده بکنید و انرژی بگیرید. نمیاره بالا دست بنامه. حضور دارم. بله. یه لحظه این دستگاه رو نگه کن. من فشار زیادی تو سرم نمیده. نه نگران نباش. شمعایی که برای شما روشن شده، شما میتونید از اون استفاده بکنید و انرژی بگیرید. ازتون میخوام تحرکات خودتون رو روی شمع‌ها به من نشون بدید. تو زوم خاموش کن. نورا. آیا در این مکان حضور داری؟ FM mode. اگر حضور دارید میخوام AM mode. از طریق این دستگاه با من ارتباط برقرار کنید. میشنوید؟ ضربه رو میشنوید شما؟ بله. اگر در اینجا حضور داری از طریق این دستگاه با من ارتباط برقرار کن.
أي حج أثبت حضوركم أثبت حضوركم واضحا ومرئيا بقوة الكبير. أها ازت میخوام اثبات حضور واضح تر به من بدید. اگر میتونید شیئی یا جسمی رو آها ماشاءالله یه بار دیگه یه بار دیگه این حرکت تو انجام بده. میتونی این شمع رو خاموش کنی؟ میتونی با این شمع با خاموش روشن کردن و کم و زیاد کردنش با من ارتباط برقرار کنی؟ و از طریق این دستگاه میتونی با من صحبت کنی. ازت میخوام برای اثبات حضورت داخل این خونه اجسامی رو جابجا بکنی. یا الله یا الله سلام علیک. آیا داخل این مکان حضور داری؟ اگر حضور داری اثبات حضور به من بده، نشانه واضح و کامل از حضورت در این خونه. میتونی از طریق این دستگاه با من صحبت کنی. آها برد خوبه. میتونی با من صحبت کنی؟ ازت میخوام با من ارتباط بگیری. آره شما مگه میتونی صحبت کنی باش ارتباط برقرار بکنی؟ تو اون تا بهتون
یا الله. یا الله. موجودی که در این اتاق هستی، حسین زیر این کمد رو ببین. این کمد وسیله که گم میشد بله. اصلا جایی نیست حتی انگشتم رد بشه. وسیله گم شده چیده قشنگ اون زیر پیدا شدن. زیر کمد. بله. ازت میخوام با من یک ارتباط برقرار بکنی به واسطه این دستگاه. شمعو نگاه کن. شمعو کم و زیاد میکنه. شمعو داره کم و زیادش میکنه. ببین. آره. قرب. ببین چقدر قرب رد میشه از اینجا. موجودی که در این اتاق حضور داری، ازت میخوام با من ارتباط برقرار کنیم. آیا داخل این اتاق حضور داری؟ با من صحبت کن. میتونی با من صحبت کنی؟ با من میتونی صحبت کنی؟ چی؟ میتونی با من صحبت کنی؟ یه صدایی میاد. دوباره همین حرفا. دوباره همون کلمه رو دوباره همون. موجودی که داخل این اتاق هستی، به من میتونی بگی از کدوم تن نمیخوای بیرون بیای؟ AM mode. شنیدی؟ آره گوش نمید. شما هم باهاش صحبت کن ببین جواب میده. یه علامتی یه چیزی از خودت نشون بده حضورتو ما بفهمیم. میدونم اینجایی ولی حضورتو بیشتر کن ببینم کجا هست. میخوایم کمکت کنیم از اینجا بری. نمیخواد این خانم نمیخواد تو داخل این خونه باشی. نمیخواد داخل این خونش باشی. اشاره نشانه‌ای به من بده. من میخوام این خونه رو پاکسازیش کنم. وقتی هم پاکسازیش بکنم شما دیگه اینجا جایی ندارید. من نه میخوام بهت آزاری برسونم، نه شکنجت بدم، نه اسیرت کنم، نه با خودت نه با خانواده خودت. هیچ کاری باهاتون ندارم. فقط میخوام از این مکان برید. آزادتون کنم که از این مکان خارج بشید. قصد اذیت و آزار شما رو به هیچ عنوان ندارم. شما دارید به ساکنین این خونه آزار میرسونید. نمیخوای به من نشانه ای بدی؟ دور شمع نگاه کن سریع. به من نمیخوای اشاره ای بدی؟ شمع خاموش کن. شمع خاموش کن. میتونی شمع خاموش کنی؟ خاموشش کن.
تو داخل تن کی هستی که میگی من نمیخوام از این تن خارج بشم؟ داخل تن کی هستی که تو نمیخوای از این تن خارج بشی؟ آیا داخل تن سمیرا هستی؟ ببین فضا رو داره تاریک میکنه. میبینی؟ بریم که اون قسمت حال به من بگو چرا نمیخوای از اینجا بری؟ من این خونه رو پاکسازیش میکنم. وقتی پاکسازیش میکنم تو مجبور میشی از اینجا بری. شما سردرد داری؟ خیلی منم همینطور. داره فشار میاره بسن. صدای ناله‌شو میشنوی؟ به من بگو چرا نمیخوای از اینجا بری؟ ببین اینجا تحرکش بیشتره. بله میگم تو حال گفتم بریم تو حال تو این قسمت بیشتر تحرک داره. همون قسمت فقط خیلی زیاد میزنه و خیلی هم تحرک داره. چرا نمیخوای از اینجا؟ ببین حالا تحرک داره. ببین میگم که این قسمت خیلی نکن تحرکش اینجا خیلی بیشتر. نمیخوای با من صحبت کنی؟ من اینجا رو پاکسازیشو شروع کنم. هرچی هستم تو این قسمت اتاق هست، پذیراییه یا تو این قسمت. ببین بله ببین این گلدون آلوده است. گلدون آلوده است. احتمال داره سحر مرشوش ریخته باشن داخل گلدون. از اینجا برو. میگه از اینجا برو. میگه از اینجا برو. ببین بدنم یخ زده نکن سردم میشه. اینجا تحرکش اینجا بیشتره. خیلی هوای خونه دم کرده. آره گرم شده. ما که آها پس نمیخوای صحبت کنی؟
من این خونه رو شروع میکنم به پاکسازیش. من این خونه رو همون جوری که به صاحبین این خونه قول دادم پاکسازیش رو انجام میدم و شما دیگه جایی ندارید داخل این خونه و از این خونه باید خارج بشید. حسین این ور این ور این ور این ور این ور این ور. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی دیدید اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آره یه چیزی انگار رفت توی این کموده. کدوم کمد؟ رفت توی این آینه. بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا یه چیزی از اینجا انگار رفت این رفت. از دیدینش؟ آره. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی داری اذیت میکنی ساکنین این خونه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. همین لحظه. میخوای کمکت کنم یا اخراجت کنم از این خونه؟ یه چیز از پشت مبل رد شد. از اینجا یه چیزی رد شد. اینجا قشنگ من دیدم. آره یه چیزی رد شد از پشت مبل. پشت مبل یه چیزی رد شد. عمده تحرکش این قسمت پذیرایی به اتاق خواب. این ور این ور. خب ظاهرا نمیخواد خودی نشون بده. موجود ترسویه. ببین اینجا وقتی امواج زیاد میشه تحرکاتش زیاد میشه اینجا. بریم مودش عوض کنیم ببینیم. Line E mode. SD card mode. FM mode. نمیخوای با من صحبت کنی؟ کمک. شنیدی؟ کمک. خب ما میخوام بهت کمک کنم. برید. AM mode. نه ظاهرا باید همون پاکسازی رو شروع کنیم. بله. خب بسیار خوب. سوز شد. دوستان عزیز دارن که موجود ترسویه و نمیخواد اشاراتی به ما بده. با طبق صحبتی کردیم حالا یه سری علائم و چیزا هم که باید بررسی بکنیم طبق قولی که داریم به صاحب این خونه. عرب رد شد. چی شده؟ از بالا سرتون عرب خیلی بزرگی رد شد.
میفته داخل تصویر. قولی که دادیم موجودم همکاری با ما نمیکنه، مجبوریم که شروع بکنیم به پاکسازی این خونه. دستوراتی که اساتید به ما دادن این دستورات رو انجام میدیم و خونه رو پاکسازی میکنیم. امیدوارم که تا اینجای مستند پسندتون بوده باشه. انشاءالله در آیتی کارهای دیگری رو هم انجام میدیم. قرار هست به یکی از خونه های داخل روستا که مربوط به همین خانواده میشن و اونجا به گفته خودشون درگیری های بسیار زیادی هم داره، اونجا مراجعه بکنیم و مستند دیگری هم اونجا براتون تهیه بکنیم. ما رو فراموش نکنید، همچنان ما رو حمایت بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید. نگران نباش. کانال ما رو سابسکرایب بکنید و از ما حمایت بکنید. تا مستندی دیگه، خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.